پیغمبر و علم غیب. برای شما عرض کنم دقت کنید، اگر خدای عالم در یک جا دارد و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، سوره انعام آیه 59، یا نسبت به نبی مکرم داره ولا اعلم الغیب، من غیب نمیدانم، سوره انعام آیه 50، یا در جای دیگر داره لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر من غیب میدانستم کارهای خوب زیادی برای خودم جمع میکردم، اعراف آیه 177. برادر عزیزم، پیغمبر اکرم که میگه من غیب نمیدانم، از پیش خود غیب نمیدانم، نه با تعلیم الهی هم غیب نمیدانم. ببینید همین پیغمبری که میگه انی لا اقول عندی خزائن ولا اعلم الغیب لو کنت اعلم الغیب، در سوره یوسف داره ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینا همه خبرهای غیبی است پیغمبر ما به تو میدهیم. در سوره جن آیه 26 همین پیغمبر این آیه را برای ما از طرف خدای عالم بیان کرده، عالم الغیب، خدایی که عالم غیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، خدایی که عالم غیب هست افرادی را از غیب خودش با خبر می کند که از اونها راضی باشد، مثل پیغمبر. پس پیغمبر میگه علم غیب نمیدانم، یعنی از پیش خود علم غیب نمیدانم، ولی جای دیگر هم میگه علم غیب میدانم، یعنی به تعلیم الله، به اذن الله. بینندگان گرامی، کسی که ذره‌ای از قرآن آگاهی داشته باشد به خوبی می‌داند که این آخوند چقدر در ارائه مطالب تلبیس می‌کند. قرآن علم غیب را مختص الله متعال می‌داند، چنان که می‌فرماید وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، و کلیدهای غیب نزد اوست و کسی جز او از آن آگاه نیست. اما بخش کوچکی از غیب را به برخی از پیامبران علیهم السلام اطلاع می‌دهد و آنان بدون وحی الهی چیزی نمی‌دانند. مثلا یکی از معجزات عیسی علیه السلام این بود که به وسیله وحی از آنچه مردم در خانه‌های خود ذخیره کرده بودند اطلاع می‌یافت، ولی سایر پیامبران و حتی خاتم الانبیا چنین علمی نداشت. آیه سوره یوسف که تلاوت کردید روشن است که پیامبر می‌فرماید این آیات و مسائل غیبی را که بیان می‌کنم از طرف خدای متعال است، یعنی من غیب نمی‌دانم. آیه سوره جن نیز که تلاوت کردید می‌فرماید خداوند به هر کس از پیامبرانش بخواهد چیزهایی از غیب خبر می‌دهد. اگر همه پیامبران از تمامی مسائل غیب آگاهی داشتند، چرا یعقوب از وضعیت یوسف آگاهی نداشت؟ چرا محمد صلی الله علیه و سلم در غزوه احد از حمله غافلگیرانه دشمن خبر نداشت؟ چرا خداوند خطاب به ایشان فرموده است ومن اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، و بعضی از مردم مدینه با نفاق خو گرفتند، تو آنان را نمیشناسی، ما آنان را میشناسیم. ثانیاً شما به چه دلیلی امامان خود را عالم به گذشته و آینده می‌دانید، آنها که پیامبر نیستند؟ کلینی در الکافی جلد 1 صفحه 160 بابی را با این عنوان گذاشته ائمه علم به گذشته و آینده دارند و این که چیزی بر آنها پوشیده نیست، و از جعفر صادق نقل کرده که من آنچه را در آسمانها و زمین و آنچه در بهشت و جهنم است می‌دانم و آنچه را که بوده و آنچه را که خواهد بود می‌دانم. هرچند که خمینی گفته است امامان ما مقامی والاتر از مقام انبیای مقرب و ملائکه دارند. به هر حال شما یک آیه از قرآن بر علم غیب ائمه ارائه دهید. آیا این اعتقاد شما مخالف با صریح قرآن نیست که می‌فرماید قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بگو جز الله هیچ یک از موجودات آسمانها و زمین غیب نمی‌دانند
و نمیدانند چه زمانی برانگیخته میشوند. و بعضی از آخوندان شما معتقدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم علم ماکان و مایکون را میدانست که این هم مخالفت صریح با آیات قرآن کریم است. به این کلیپ توجه فرمایید. علم پیغمبر به 3 قسم تقسیم میشه: 1 علم ماکان، 2 علم ما یکون، 3 علم ما هو کائن. اون چه در گذشته اتفاق افتاده رو پیغمبر میدونست، اون چه در آینده اتفاق میفته رو پیغمبر خبر داره. علم ماکان، اون چه در زمان خودش اتفاق میافتاد و پیغمبر میدونست. ذره جهل و نادانی در وجود نازنین پیغمبر نبوده، همه علوم در نزد پیغمبر بوده.